سلام و وقت بخیر. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهای آمریکایی کمک‌هایشان را به افغانستان ادامه می‌دهد. قصر سفید میگوید وی دیروز با همتای افغانی خود در این مورد صحبت تلفنی کرده است. رئیس حرکت حفاظت پشتونها میگوید کسانی که در کابل جنگ تازه را آغاز میکنند خودشان درگیر جنگ خواهد شد. وی گفته است آماده است بین حکومت افغان و طالبان میانجیگری کند. پس از یک هفته هتل‌های عروسی در شهر کابل بسته می شود. وزارت صحت عامه میگوید که این اقدام به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. 4 میلیون کودک در افغانستان از حق تعلیم محرومند و 3 میلیون دیگر آنان مصروف کارهای شاق هستند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید از جمله این کودکان 60% در سرک‌ها کار میکنند. و در 24 ساعت گذشته 152 تن طالب کشته و 55 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع ملی میگوید این طالبان در ولایت غزنی، لغمان، لوگر، میدان وردک، زابل، قندهار، هرات، بلخ، جوزجان، سمنگان، هلمند، بغلان و کندوز کشته و زخمی شدند.